آقا سلام، خسته نباشید. آقا ببین منظور از این دیوار بره چیه؟ یعنی مرده ها بنده خدا بدبخت شدن رفت. ببین از این بعد دیگه آی مرده ها گوش کنید، این دیواری که جلو تو کشتن از این بعد دیگه ساعت 10 شب به بعد شب نشینی ندارید. 100% جای حراست میزنن به هر حال. ساعت 10 شب به بعد شب نشینی دیگه ندارید. آقا با هم برید بیرون و اینور بشین اونور بشین، تمام شد رفت. از این بعد دیگه چی؟ 10 شب خواب. آقا یعنی دیگه بره اینور بره اونور شب بشینن دور وقت بخوابن. هر روز ماما هر روز یه دونه تو اگه نباشید بیچاره اید. ببینید دیوار رو همینه دیگه، نگاه کن. آخ چند تا هستن الان خدا وکیلی. آجورا رو نگاه کن، چه آجوری ها آوردن خدا شاهده. حالا من صحبت بلکه این مامور ریاستی که اینجا میذارن دیگه الان سختگیر نباشه که دیگه صبح آمار شب آمار اینجوری نباشه. به هر حال میبینی که اینا آقا دیگه نمیتونید بدون اجازه بری بیرون بیایید، یا به خواب هیچ کار نمیتونید بدون اجازه برید، باید اجازه بگیرید. تا حالا شب میرفتید به خواب فامیل، اونم دیگه تمام شد. شب بیرون رفتن تمام شد، رفت به کارش. نگاه باشه واسه من برو گیم خب سریعت بدو. اینا الان از اینجا خواهن دستشویی ها برن که باید اجازه بگیرن. خیلی قانونی مردن سخت شده ها واقعا. که چی دیوار خوشگلی هم برای تو کشتن، قدرشو بدونی. به هر حال آقا وان رو رعایت نکنی چی؟ جریمه میشی بچه، 100% جریمه میشن. آقا نوکر همتونم.